کاخ تاریک و سال خورده در کنار کوهستان مانند سایه‌ای شوم ایستاده و تن پسرک را به لرزه می‌اندازد. اگر شرط را نباخته بود، مجبور نبود تا اینجا بیاید. کاخ از زمانی که ارتش شیاطین از انسانها شکست خورده و عقب رانده شده بودند، به جای مانده بود. دروازه کاخ از جنس ابسیدین میمانست و تکه‌های فلز قطوری آنها را به هم وصل کرده بود. اصلا میتوانست چنین دری را باز کند و داخل برود؟ کمی اطراف را زیر و رو کرد. اطراف کاخ سنگلاخی بود. سمت راستش بخش صاف کوهستانی قرار داشت و در بخش چپش دره‌ای بود که انتهای آن را نمیتوانست ببیند. باید عجله میکرد. کم کم داشت غروب میشد و تنها 2 سنگ الهی وراسیل را برای روشن کردن همراه داشت. دروازه کاخ را کمی فشار داد. حرکتی نکرد. با تمام توان این بار امتحان کرد و در با صدای تق تقی روی پاشنه کمی چرخید. آنقدر زور زد تا بالاخره دروازه تا حدی باز شد که بتواند از آن عبور کند. کف کاخ به دلیل ضربه‌ها و پاکوبیدن‌ها اینجا و آنجا در هم شکسته بود. در میان پرده‌های تکه تکه شده و به جای مانده تارعنکبوت‌های ضخیمی دیده می‌شد. پسرک بند کیفش را سفت چسبیده بود و با احتیاط پیش می‌رفت و در زیر لب مدام تکرار می‌کرد: سنگ رو بردار و فرار کن. سنگ رو بردار و فرار کن. راهروی نسبتاً طولانی به دروازه دیگری ختم شد. دروازه از جنس چوب که در گوشه‌هایش گل سوسن عنکبوتی قرمز حک شده بود، در مقابلش قرار داشت. خوشبختانه دروازه به قدر کافی باز مانده بود که راحت وارد تالار بعدی شود. تالاری که محل جمع شدن سران ارتش شیطان بود. حالا در سکوت ترسناکتر شده بود. از جاهایی که سقف ریخته کم کم نور ماه وارد می شد. به اندازه کافی دیر کرده بود. اطراف تالار را گشت. باید همینجا باشه. گفتن اینجاست. آخه این چه شرط احمقانه‌ای بود که من بستم. در حالی که وسایل خرد شده به جای مانده در تالار را بررسی می کرد، ناگهان متوجه فردی شد که روی صندلی در بالای تالار نشسته است. یک لحظه جا خورد. نور ماه مستقیم صندلی را روشن می کرد. زنی با موهای مواج مشکی بلندی روی آن نشسته بود. مژه‌های چشمان بسته‌اش زیر نور ماه می درخشیدند. بانوی من، اینجا جای خطرناکی هستش. همراه من بیاین تا از اینجا بریم. وسوسه‌ای که گولش زده بود خیلی زود رهایش کرد. زن چشمانش را باز کرد و پسرک جز سیاهی چیزی در آنها ندید. پسرک آب دهانش را به سختی قورت داد. متاسفم بانوی من، لطفا منو نکشید. التماس میکنم. زن که لبخند زد سر دندانهای نیشش پدیدار شدند. برای چی اومدی اینجا پسر؟ توی شرط بندی باختم. این کاخ هنوز برای آدم ها ارزش داره؟ هنوز چیزی مونده که بخوان؟ شما ملکه شیاطین هستین، درسته؟ سوال ابلهانه‌ای بود. تنها باعث شد تا ملکه بیشتر لبخند بزند. تو فکر میکنی میتونی من رو بکشی چون من تنهام، چون ارتشی ندارم. پسرک سرش را به شدت به نشانه نفی تکان داد و چند قدم عقب برداشت. در واقع همین فکر را میکرد و در سرش نقشه میپروراند که چطور ملکه را گول بزند و با چاقو از پشت به او حمله کند. من نامیرا هستم پسر.
من میتونم در یک چشم هم زدن ارتشم رو دوباره بسازم. اما رقیب ارزشمندی ندارم. اون کسی که من رو شکست داد به دست خود آدم ها کشته شد. شما موجودات قدر نشناسی هستید. در شرط بندی میبازین و بعد میخواین از بقیه انتقامش رو بگیرید. تالار تاریک شد. انگار ابری مانع از رسیدن نور ماه شده بود. پسرک عقب رفت و سعی داشت دروازه چوبی را پیدا کند، اما فایده نداشت. صدها چشم قرمز رنگ او را نگاه می‌کردند. عنکبوت‌های عظیمی که آنجا خانه کرده بودند، قصد داشتند تا این غریبه را ادب کنند.